سلام به همه عزیزایی که شیرپی را بسیار زیاد دوست دارین. پس این ویدیو را تا آخر ببینین. قبل از اینکه بریم به طرف طرز تهیه، خواهش میکنم که ویدیو را لایک بکنین و با عزیزانتان به اشتراک بگذارین. با نام خدا شروع میکنیم به دستور پخت خود. خوب، موادهایی که به خاطر آماده ساختن شیرپی را ضرورت داریم مطمئنا همگیتان در خانه دارین. ابتدا نیاز داریم به 2 گیلاس شکر با 2 گیلاس شیر خشک، مقدار دلخواه خلال بادام با خلال پسته، چهار مغز میده شده با 1 قاشق قیل. عزیزان ما، قبل از اینکه به طرف دستور پخت بریم و یا هم شربت خود آماده بسازیم، ابتدا قالبی که در نظر داریم را آماده میسازیم و کاملا دم دست خود حاضر میگذاریم. ما برای ظرفی که در نظر دارم از کاغذ روغنی استفاده کردیم که شما عزیزان هم استفاده کرده میتوانید. به خاطر 2 گیلاس شکر ما از 2 گیلاس آب استفاده می کنیم که در مقابل هر یک از شکر 1 گیلاس آب استفاده می شود و اگر مقدار شکر شما 1 گیلاس بود می توانید که از 1 گیلاس آب استفاده کنید. پس تمام شکرها را بر روی ظرف علاوه کرده و روی حرارت روشن می کنیم تا که شکر ما در آب حل شود. در جریان از اینکه شکر ما در آب حل می شود، چه خوب است که شیر را با هل و 4 مغز یک جا مخلوط بسازیم و آماده به خاطر شربت خود بگذاریم. عزیزان دل، ما هل را با شربت جوش ندادم، با شیر خشک مخلوط کردم، چون زمانی که هل را با شربت مدت طولانی تر به جوش بگذاریم باعث می شود تا شربت رنگ تاریک یا رنگ کبودی را به خودش بگیره. بدین لحاظ بهتر است با شیر خشک مخلوط کنیم. به خاطر درک بهتر از این که بفهمیم آیا شربت ما آماده است یا خیر، بهتر است که حرارت زیر دیگ را خاموش کنیم و چک کنیم. قسمی که تماشا میکنین شربت ما هنوز آماده نیست، به خاطر که رقیق است و قطرات شربت زود میچکه. به همین دلیل حرارت زیر دیگ را روشن میکنیم و مدت 5 دقیقه بیشتر حد زیر حرارت بلند میگذاریم تا شربت ما غلیظ و آماده شود. عزیزان ما، زمانی که غلظت شربت ما به این اندازه رسید کاملا آماده است، چون شربت ما نباید زیاد رقیق باشد و نه هم زیاد غلیظ و به این اندازه کاملا آماده و تیار است به خاطر گرد کردن و یا مخلوط کردن شیر خشک ما. ببینین قسمی که تماشا میکنین قطرات آخری شربت ما کم دیرتر و با مشکل میچکه. عزیزان ما، زمانی که شیر خشک اضافه میکنین کوشش کنین که کم کم مخلوط کنین با شربتتان، چون زمانی که تمام شیر خشک اگر به روی شربتتان علاوه کنین ممکن است که شربتتان کم شود و تمام شیر برش اضافه تر شود و یا هم شیر خشکتان اضافگی کنه. به او خاطر بهتر است که شیر خشک کم کم علاوه کنین و با شربت مخلوط کنین و غلظت شیر خشکتان با شربت یک جا کنترل کرده میتونین. قسم اگر زمانی که تمام شیر خشک بر روی شربت علاوه کنین وقت زیر کنترل خود گرفته نمیتوانید.
قسمی که شما عزیزان تماشا میکنین، ما تمام مواد آماده شده را روی ظرف خود انداختم، اضافه کردم و حالا تمام مغزبابی را که در نظر گرفته بودم، پسته و بادام را بر رویش علاوه میکنم. و با کمک یک قاشق چرب روی مواد مغزی که برای مواد ما اضافه کردیم فشار می‌آوریم تا که همین بادام و پسته به مواد ما خوب بچسبه و جدا نشه زمانی که توته میکنیم. و همچنان استفاده از قاشق چرب یک خوبی دیگر که داره ای است، به خاطر که روی شیرپیری ما را جلادار و خوبتر میسازه و همچنان مواد ما برای قاشق نمیچسبه. بعد از این که روی شیرپیری خود را بسته کردیم با یک پلاستیک، مدت یک شب در یخچال نگهداری میکنیم و بعد از یک شب شیرپیری ما کاملا آماده می باشد به خاطر نوش جان کردن. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزانی که ویدیوی مرا تا حالا تماشا کردین. قربان تک تکتان. و اگر کانال مرا سابسکرایب ندارین سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوهای جدید ما آگاه شید. قسمی که تماشا میکنین شیرپیری ما بعد از یک شب کاملا آماده ازی است که برش بزنیم و برشش کاملا به میل خودتان است دوستان و ربط داره به این که از چه قسم قالب استفاده کردین و هر رقم که دوست داشتین میتونین شیرپیری هایتان را برش بزنین و به میل دلتان ازش استفاده کنین. پیشنهاد میکنم به شما عزیزانی که تا هنوز شیرپیره در خانه هایتان درست نکردین، با دیدن این ویدیو حتما یک بار شیرپیره درست کنین. من مطمئن هستم که بسیار ازش خوشتان میآید و هرگز دیگه از بازار خریداری نمیکنین و این قسم هم صحی تر و هم به طعم دلتان درست میکنین. تا ویدیوی بعدی به الله می سپارمتان. تشکر از اینکه ویدیوی مرا تا آخر تماشا کردین.